و او به موسی گفت: سوی خداوند بالا برو، تو و هارون، ناداب و ابیهو و 70 نفر از پیران اسرائیل و از دور سجده برید و بگذار موسی تنها به خداوند نزدیک آید و آنها نزدیک نآیند و قوم با او بالا نبرایند. و موسی آمده همه سخنان خداوند و تمام فرایض را به قوم حکایت کرد و تمام قوم با یک آواز جواب گردانیده گفتند: همه سخنانی را که خداوند گفته است به جا خواهیم آورد. و موسی همه سخنان خداوند را نوشت و بامدادان بر محل برخاسته قربانگاه در دامن کوه و 12 ستون موافق 12 سبط اسرائیل بنا کرد و جوانان را از میان بنی اسرائیل فرستاد و آنها قربانی های سوختنی تقدیم نمودند و قربانی های سلامتی از گاوان برای خداوند ذبح کردند. و موسی نصف خون را گرفته در طاسه ریخت و نصف خون را بر قربانگاه پاشید و کتاب عهد را گرفته به سمع قوم خواند و آنها گفتند: هر آنچه خداوند گفته است به عمل خواهیم آورد و گوش خواهیم داد. و موسی خون را گرفته بر قوم پاشید و گفت: این است خون عهدی که خداوند بر همه این سخنان با شما بسته است. و موسی با هارون، ناداب و ابیهو و 70 نفر از پیران اسرائیل بالا برآمد و آنها خدای اسرائیل را دیدند و زیر پاهای او چیزی مانند خشت‌های یاقوت کبود و مثل اصل آسمان زلال بود. و او برگزینان بنی اسرائیل دست خود را دراز نکرد و آنها خدا را دیدند و خوردند و نوشیدند. و خداوند به موسی گفت: نزد من به کوه برو و در آنجا باش و من الواح سنگ و تورات و احکامی را که برای تعلیم دادنش نوشتم به تو خواهم داد. و موسی با یهوشع برخاست و موسی به کوه خدا برآمد و به پیران گفت: در اینجا به ما منتظر ایستید تا وقتی که نزد شما برگردیم و اینک هارون و هور با شما خواهند بود. بگذار هر که دعوا داشته باشد نزد آنها آید. و موسی به کوه برآمد و ابر کوه را پوشانید و جلال خداوند بر کوه سینا مسکن گرفت و 6 روز ابر آن را پوشانید و در روز هفتم او موسی را از میان ابر خواند. و نمود جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بنی اسرائیل و قله کوه بود. و موسی اندرون ابر داخل شده به کوه برآمد و موسی 40 روز و 40 شب بر کوه بود.